پیامبر آمد همه اینها رو بردارد، این قلها رو بگشاید. این هدف این پیامبر بود، یعنی آزاد کردن مردم، آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینی که به سود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده. این رسالت پیامبر شما بود، ما هم باید دنبال همین رسالت باشیم. این شهدای ما هم دنبال همین رسالت بودن، در مقابل فرهنگ تحمیلی، در برابر اقتصاد تحمیلی، در برابر قوانین تحمیلی، در برابر محدودیت‌های پلیسی که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیل می‌شد که از همه خطرناک‌تر، یعنی اون چرا که احبار، رهبان و همکاری اونها با طبقات ممتازه بر مردم تحمیل کرده بودن به نام دین. این خطرناکترین تحمیلاته، یعنی اون چی که از خدا نیست، از جانب حق نیست، اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببندند و مردم را از حرکت حیاتی باز دارند، حق اعتراض به کسی ندهند، حق انتقاد ندهند، حق فعالیت آزاد به مردم و مسلمانها و مردم آزاده دنیا ندهند. این همون اسم، این همون اغلال، این اغلالی است که پیامبر مبعوث شد اون بشر دچار این همه قلها را نجات داد.